بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان سروران عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف هر متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. هر متعال رو بی نهایت سپاس به خاطر همه نعمت‌هایش و از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه ما و شما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در پای رحل قرآن کریم گرد هم بیاییم برای تدبر در معانی آیاتی دیگر از سوره مبارکه البقره. در جلسه گذشته و در برنامه گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 100 از سوره مبارکه بقره رو پیش رفتیم. 100 آیه اول رو در درس‌های گذشته به همراه شما سروران تلاوت کردیم و تدبری داشتیم به همراه هم در معانی آیات گذشته. در این برنامه هم از آیه 101 به همراه شما سروران موضوع رو ادامه خواهیم داد با این قول الله متعال که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. در ادامه ذکر حکایت بنی اسرائیل همچنان موضوع بنی اسرائیل ادامه دارد و آنچه که بنی اسرائیل با پیامبران خود انجام دادند با آنچه در برابر محمد مصطفی علیه السلام و قرآن کریم انجام دادند. الله متعال برای ما می‌فرماید که ولما جاءهم رسول من عند الله در آیه 101 هنگامی که ولما جاءهم رسول من عند الله هنگامی که آمد پیش آنها پیامبری از جانب الله متعال محمد مصطفی علیه السلام مصدق لما معهم تصدیق میکرد آنچه را که نزد آنها بود، دقیقاً بر همان اوصاف ویژگی‌ها و صفاتی که آنها در تورات و کتاب‌های آسمانی گذشته یافته بودند. محمد مصطفی علیه السلام آمد با همون صفات و ویژگی‌هایی که آنها در تورات و انجیل منتظر آن بودند. اینجا باز بیشتر خاص با توجه به آخر آیه مراد یهودیان هستند و کتاب تورات. یهودیان وقتی محمد مصطفی علیه السلام پیش آنها آمد دقیقاً همان چیزی را که منتظرش بودند در کتاب تورات، ویژگی‌ها و صفاتی را که یافته بودند همان بود، خود اوست. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب عده‌ای از کسانی که اهل کتاب بودند. فریق من الذين اوتوا الكتاب عده‌ای از کسانی که آنها کتاب داده شد، تورات، انجیل. نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب الله متعال میفرماید عده‌ای از اهل کتاب پیروان تورات، اینجا در شأن نزول و آیه بعد مراد تورات است، کسانی که به آنها تورات داده شده بود، یهودیان. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم عده‌ای از پیروان تورات که اکثریت اونها هستند تورات را پشت سر انداختند. نبذ انداختند. فریق من الذین اوتوا الکتاب گروهی دسته از اهل کتاب پیروان تورات کتاب الله کتاب الله تورات رو. اینجا مسیحیان را میشه در بر گرفت، یعنی این آیه میتونه خطاب مسیحیان هم باشه چون مسیحیان هم به تورات اعتقاد دارن و احترام دارن به تورات و میدانید که در کتاب مقدس مسیحیان بخش عهد قدیم یا عهد عتیق همون تورات و ملحقات تورات هستند. کسانی که اهل کتاب بودند وقتی پیامبر اکرم علیه السلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمد و دقیقاً همان صفاتی را که در تورات و در انجیل درباره پیامبر آخر الزمان آمده بود با ایشان تطابق داشت. خوب می‌دانستند این پیامبر آخر الزمان است. یقین داشتند که این است. در آیه 146
سوره مبارکه بقره همین سوره الله متعال میفهمد الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، کسانی که آنها کتاب داده شده بود، اهل کتاب، به خوبی میدانستند که محمد مصطفی علیه السلام همون پیامبر موعودی است که منتظرش بودند. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همونطور که یقین داشتن فلانی پسر من است، یقین داشتن که ایشان هم محمد مصطفی آخرین پیامبر است که ما منتظرش بودیم. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، دانسته حق را کتمان میکنن. به نفعشان نبود که این رو بگوین، چون اونها میخواستن که از گروه آنها باشد. پیامبر آخر زمان رو یهودیان انتظار داشتن از بنی اسرائیل از خودشان باشد و مسیحیان هم همینطور. و در سیرت رسول علیه السلام ما روایات متعددی داریم که دلالت بر این میکنه. وجود یهود در مدینه خودش دلیل بر این بود که یهود منتظر بود که پیامبر آخر زمان از مدینه می آید و میدانست و امید داشت که پیامبر آخر زمان از آنها باشد و به خاطر اصلا به مدینه هجرت کردند. و همچنین ما در سیرت رسول علیه السلام میبینیم که نامه‌ای که مثلا رسول علیه السلام میفرستد به پادشاهان مسیحی، من جمله پادشاه مصر مقوقس که لقب او بود، او در پاسخ به نامه رسول علیه السلام که او به اسلام دعوت کرده بود گفت که با ادب و احترام، با وجود اینکه ایمان نیاورد، به رسول علیه السلام بخشی از نامه او پاسخ داد، گفت که من گمان می‌کردم که پیامبر آخر الزمان از سرزمین شام ظهور کند، چون اونجا مسیحی بودن و من گمان می‌کردم که از سرزمین شام ظهور کند، یعنی انتظار داشت که از مسیحیان باشد. الله متعال می‌فرماید وقتی محمد مصطفی علیه السلام آمد و باید به او ایمان می‌آوردند، باید به او ایمان می‌آوردند، چون در تورات اشاره شده بود، در انجیل اشاره شده بود، خودشون هم منتظر بودند، باید ایمان می‌آوردند. چرا ایمان نیاوردند؟ به جای اینکه ایمان بیاورن گفتن خب این کتاب که الان این آدم رو تایید میکنه که از ما نیست، خود این کتاب هم دیگر اعتباری ندارد برای ما. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، تورات رو پشت سر انداختن، کأنهم لا یعلمون، اصلا گویی که هیچ نمیدانند که همچین اوصافی در تورات آمده است، اصلا انگار نمیشناسند این پیامبر آخر زمان رو، اصلا نمیدانند آن پیامبری که قرار بوده بیاید چه صفاتی داشته است. هیچ اهمیتی به کتاب تورات ندادن، کتاب را انداختن پشت سرشان، اهمیت ندادن. وقتی کتاب آسمانی است، وقتی شما ادعا میکنید این کتاب از سوی الله متعال آمده و دستورات او واجب الاطاعت است، بعد اطاعت بشود، وقتی پیامبری می آید چرا با ایمان نمی آورید؟ چرا ایمان نمی آورید؟ همین که شما ایمان نمی آورید زیر پا گذاشتن این کتاب است، نادیده گرفتن این کتاب است، پشت سر انداختن این کتاب است. کتاب الهی را نادیده گرفتن، پشت سر انداختن، گفتن برش کن، فایده ای ندارد. کتابی که ما رو به ایمان به محمد وادار می کند که بریم به او ایمان بیاوریم، این کتاب رو هم ما دیگر قبول نداریم. قبول نکردن. و چیکار کردن؟ وقتی کتاب الهی رو قبول نکردن، وقتی که کلام الله متعال رو قبول نکردن، رفتن به سراغ چی؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، و رفتن پیروی کردن از آنچه که می‌خواندن شیاطین، شیطان‌های جنی، علی ملک سلیمان، در عهد سلیمان علیه السلام. علی ملک سلیمان، اینجا ملک سلیمان مراد در زمان پادشاهی سلیمان علیه السلام است، علی عهد سلیمان. و اینجا شیطان‌ها در زمان پادشاهی سلیمان علیه السلام چه می‌کردند؟ اینها پیرو شیاطین شدند. الله متعال می‌فرماید ترک کتاب آسمانی نتیجه شد پیروی شیطان. این قانون است. هر کسی که کتاب الهی را ترک کند می‌رود به سراغ پیروی از دستور شیطان و شیطان صفتان. اینها نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، الله متعال می‌فرماید کتاب الله متعال را پشت سر انداختند. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، رفتن به سراغ آنچه که شیطان‌ها می‌خواندند. هر کسی که برنامه الله برای زندگی را نپذیرد، هر کسی که دین رو قبول نکنه به عنوان برنامه زندگی،
هر کسی که آنچه را که الله متعال برای او فرستاده نپذیرد به عنوان دستور و قانون زندگی خود، نتیجه او می شود که واتبعوا ما تتلو الشیاطین، می رود به سراغ شیطان، به دنبال شیطان، می رود به دنبال باوری که شیطان به او خواهد داد. شیطان و شیطان صفتان. و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. الله متعال می‌فرماید برای هر پیامبری من الله با عظمت قرار داده بودم دشمنانی از جنس انسانها و از جنس جنها. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخرة. کسانی رو الله متعال میفهمد قرار دادم که اونها در گوش یکدیگر، در روح و روان یکدیگر کلماتی را، سخنانی را، برنامه‌هایی را که زینت داده بودند برای خود یکدیگر القا می‌کردند تا قلب‌های کسانی را که با آخرت باورمند نیستند به سمت خود جذب بکنند. دور شدن از قرآن، هر چقدر انسان از قرآن فاصله بگیرد، از محمد مصطفی علیه السلام فاصله بگیرد، از الله متعال فاصله بگیرد، به شیطان و شیطان صفتان نزدیکتر و نزدیکتر می شود و در مسیر اونها قرار میگیرد. و ما می بینیم این رو با چشم سر. پدیده‌ای به نام شیطان پرستی، پدیده‌ای به نام چیزهایی که انسان در حیرت می ماند. و انسان وقتی که آزاد کرد خودش رو از پایبندی به دین، در ظاهر آزادی است ولی در حقیقت اسارت است، اسیر شیطان خواهد شد. کسانی که فکر میکنن خودشون رو از دین آزاد کردن در حقیقت خودشون رو برده و اسیر شیطان کردند و کسانی که پایبند به دین هستن خودشون رو از اسارت شیطان آزاد کردن و آزادی حقیقی رو پیدا کردند، چون مسیر رو درست یافتن، چون میدونن که در آخرت به کجا خواهند رفت، چون زندگی رو فهمیدن. الله متعال میفرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. پیروی کردن از آنچه که شیاطین میخواندن علی ملک سلیمان، در عهد پادشاهی سلیمان. سلیمان علیه السلام نام پیامبر بزرگواری است از پیامبران بنی اسرائیل بعد از موسی، یعنی بین فاصله زمانی موسی علیه السلام و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده است. از بنی اسرائیل است، یعنی اینکه طبیعتاً یهودیان در زمان ایشان تورات بوده است، در زمان ایشان پیروان موسی علیه السلام، یعنی نسلی که از موسی علیه السلام به جای مانده بود، از همین نسل سلیمان علیه السلام به دنیا آمده است. سلیمان علیه السلام باز پدر ایشان هم پیامبر بوده است، سلیمان ابن داوود علیه السلام. داوود هم سلیمان بود پیامبر بوده است، داوود پدر سلیمان پیامبر بوده است، هم پیامبر بوده است هم پادشاه بوده است. این دو پدر و پسر، این بزرگواران، این دو پیامبر بزرگوار الهی، دو پادشاه بسیار بزرگ هم بودند در زمانه خود. و داوود علیه السلام بعد از ایشان سلیمان جانشین ایشان می شود و پادشاهی رو هم می گیرد و بعد از اینکه هم پادشاهی رو می گیرد هم پیامبری رو می گیرد بعد از پدر بزرگوارش داوود علیه السلام. سلیمان ابن داوود علیه السلام که در آیات مختلف قرآن کریم وقتی که نگاه میکنیم درباره این پیامبر الهی و اون پادشاهی که الله متعال به ایشان داده بود، ویژگی‌های عجیبی رو ما می‌بینیم. الله متعال به سلیمان علیه السلام این توانایی رو داده بود که زبان پرندگان، زبان حیوانات و زبان خزندگان و هر آنچه موجودی که روی زمین هست رو بفهمد. و همچنان ما می‌بینیم در جریان صحبت سلیمان علیه السلام با هدهد که در سوره نمل می‌آید، کلام سخن سلیمان علیه السلام با مورچه ها میشنود، کلام مورچه ها رو میشنود. و از طرف دیگری الله متعال شیطان ها رو هم، جن های کافر رو، ما جن مسلمان داریم، جن کافر داریم، جن مسلمان داریم و جن کافر داریم. جن های مسلمان رو جن اطلاق میشه به اونها و جن های کافر شیطان اطلاق میشه به اونها. شیطان ها رو، یعنی جن های کافر رو الله متعال مسخر کرده بود در نزد سلیمان علیه السلام، خدمت میکردن، با قواصی میکردن، در دریاها میرفتن میآمدن و در دریاها بعضی مهره ها مرواریدهایی رو صید میکردن میآوردن و برای او ساخت و ساز میکردن. و همچنین غیر از اینکه جنها رو مسخر کرده بود برای او، الله متعال میفهمد که باد رو هم برای او مسخر کرده بود و باد در اختیار سلیمان علیه السلام قرار گرفته بود، هر طرفی که میخواست باد میوزید. و یک ملک و پادشاهی عظیمی را الله متعال به سلیمان علیه السلام داده بود که
بعد از او به کسی دیگری نداده است. زیرا سلیمان علیه السلام دعایی کرد و فرمود پروردگارا بارالله ملک و پادشاهی به من بده که لا ینبغی لاحد من بعدی، که بعد از من به هیچ کسی شایسته نباشد. یعنی پادشاهی به من بده که بعد از من به کسی نمیدهی. و ما هیچ پادشاهی رو در طول تاریخ نداریم که چنان قدرت و توانمندی داشته باشد که سلیمان علیه السلام داشت و پادشاهی بسیار عظیمی داشت از سلیمان علیه السلام. در زمان سلیمان علیه السلام یک موضوعی که بسیار در سرزمین بابل خصوصا در عراق رشد پیدا کرد موضوع سحر و جادو بود. سحر و جادوگری، موضوع سحر و جادو بسیار رواج پیدا کرده بود. سلیمان علیه السلام برای مبارزه با این موضوع ساحران و جادوگران سحر آنها را، هر سحری که از اونها پیدا میکرد، نوشتهایی که از اونها پیدا میکرد، کتابهایی که از اونها پیدا میکرد، همه اینها رو جمع آوری میکرد و در جایی که زیر تخت او قرار داشت اونها رو دفن میکرد. در زیر تخت خود دفن میکرد تا کسی جرأت نکند اونها رو برداره و از اونها استفاده بکنه و زیر دید سلیمان علیه السلام باشه. سلیمان علیه السلام سیطره داشته باشه بر این موضوع. جایی که تخت سلیمان علیه السلام بود در زیر تخت خود اونها رو دفن کرده بود. این حکایت ادامه داشت تا وقتی که سلیمان علیه السلام از دنیا رفت. بعد از وفات سلیمان علیه السلام شیاطینی که آزاد شده بودن آمدن برای ضربه زدن، برای اینکه انتقام بگیرن از سلیمان علیه السلام، آمدن به پیش یهودیان، به شکل انسانی آمدن پیش یهودیان. گفتن که آیا شما را مطلع نکنیم از یک گنج بسیار بزرگ که سلیمان به وسیله آن گنج این پادشاهی و این توانمندی و این تسخیر جن، تسخیر باد، زبان حیوانات، همه اینها رو به دست آورده بود؟ گفتن بله. گفتن بیایید. بردن اونها رو زیر تخت سلیمان علیه السلام رو گفتن بکنید ببینید چیست اینجا. کندن و این سحر و جادو رو پیدا کردن. مجموعی از سحر و جادویی که سلیمان علیه السلام در طول پادشاهی خود از جادوگران و ساحران گرفته بود و اینجا دفن کرده بود تا کسی استفاده نکند. وقتی که اینها رو دیدن یهودیان، شیاطین به شکل انسانی، شیطانی به شکل انسانی با آنها سخن میگفت، گفت که این سر پیروزی و قدرت سلیمان است. سلیمان با این سحر و جادو این پادشاهی را اداره می کرد. این قدرت سحر و جادو بوده است که سلیمان داشته است. سلیمان اصلا پیامبری نبوده است، پیامبر نبوده است، بلکه سلیمان یک جادوگر بوده است، یک ساحر بوده است. از اینجا یهودیانی که متأثر شدن از این فتنه و از این صحبت شیاطین گفتن که والله سلیمان یک جادوگر بوده است، یک کافر بوده است و یک ساحر بوده است و دشمن شدن با سلیمان علیه السلام. هنگامی که قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم از سلیمان به عنوان یک پیامبر یاد نمود، یهودیان، خوب دقت بفرمایید، یهودیان در مدینه منوره گفتند که محمد سلیمان را پیامبر می شمارد. والله ما کان الا ساحرا. سلیمان ابن داوود جز ساحر چیز دیگری نبوده است، یک کافر ساحر بوده است. یهودیان سلیمان علیه السلام را کافر می دانستند، جادوگر می شمردند، او را یک ساحر می پنداشتند. این کلام الله متعال است و می‌فرماید که الله متعال بعد از اینکه محمد مصطفی علیه السلام آمد، اینها به جای اینکه پیروی بکنن از تورات، ایمان بیاورن به محمد مصطفی علیه السلام. پیروی از تورات معناش این بود که اونها باید به پیامبر جدید ایمان می‌آوردن، مؤمن می‌شدن، مسلمان می‌شدن، به مانند برخی از علمای یهود عبدالله ابن سلام رضی الله عنه و افراد دیگری از یهود که ایمان آوردن، عده‌ای از آنها ایمان آوردن، اما اکثریت آنها کافر شدند و ایمان نیاوردند. به جای اینکه ایمان بیاورند و مؤمن و مسلمان بشوند، رفتند به دنبال سحر و جادو و شعوذه و مسیری رو پیش گرفتند که کفر بود و مسیری که الله متعال نخواسته بود و اینها رو نسبت میدادند به سلیمان علیه السلام. الله متعال آمد سلیمان علیه السلام رو از این تهمتی که یهودیان به او میزدند تبرئه فرمود و اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. یهودیان پیرو سحر و جادویی شدند که شیاطین در زمان سلیمان علیه السلام، طبیعتاً بعد از وفاتشان، بعد از پادشاهی سلیمان و در عهد سلیمان، اینها یاد گرفته بودند و می‌خواندند و به دیگران یاد می‌دادند. و ما کفر سلیمان،
و سلیمان علیه السلام کافر نشد. سلیمان کافر نشد. کفر چی بود؟ کدام کفر؟ ولکن الشیاطین کفروا. این سلیمان نبود که کافر شد، این شیاطین بودن که کافر شدن. اون جنهای کافر بودن که اینها اون سحرها رو یاد گرفتن، کافر شدن. ولکن الشیاطین کفروا، شیطانها کافر شدن. کفرشان چه بود؟ یعلمون الناس السحر. اینها به مردم سحر یاد میدادن. یعلمون الناس السحر. شیطانها کافر شدن. چرا کافر شدن؟ چون سحر رو یاد گرفتن، سحر رو به دیگران یاد دادن، سحر رو عمل کردن. کفر اینها سحر بود، یعنی سحر کفر است. سحر کفر است. عده متعال اینجا آمد و فرمود که سلیمان کافر نبوده است، چون ساحر نبوده است، چون سحر نمی کرده، جادوگر نبوده. سلیمان پیامبر بوده است. خیلی فرق است بین کسی که پیامبر است و کسی که ساحر و جادوگر است. بین معجزات و بین سحر و جادو تفاوت فراوانی است. این سلیمان علیه السلام نبوده است که جادوگر بوده است، و بلکه کافران اون شیاطین بودند، جادوگران اون شیاطین بودند. یعلمون الناس السحر، اینها بودند که سحر رو یاد دادن. سحر پست‌ترین، بدترین، منفورترین و زشتترین وسیله‌ای که انسان برای ضربه زدن به یک انسان دیگر در طول تاریخ استفاده کرده سحر است. سحر یک وسیله بسیار منفور، پست، زشت و کفر که برای ضربه زدن به هم نوع خود انسانهای کافر استفاده کردن سحر است. سحر در لغت کلمه سحر سین ها را. سحر به یک شیئی گفته می شود که دلیل آن مخفی است، مشخص نیست، واضح نیست، پوشیده است. از همین کلمه سحر گرفته شده. از سحر یعنی آخر وقت، آخر شب، وقت سحری میخوریم ما قبل از طلوع آفتاب. به این خاطر آخر شب رو هم سحر گفتن که آخر شب مقداری روشنایی آمده است، تاریکی هنوز هست، مقداری روشنایی هست، تاریکی بیشتر است. در اون فضا هنوز خیلی چیزها واضح نیست، هنوز شرایط واضح نیست، مشخص نیست. به همین خاطر این کلمه برای سحر هم استفاده شد. این از لحاظ لغت، در لغت به این معناست. و در عمل سحر به کاری گفته می شود که یک شیئی رو از حقیقت او تغییر می دهد و به شکل دیگری نشان می دهد. این رو می گویند سحر در اصطلاح. سحر، ما در قرآن کریم درباره سحر آیات مختلفی داریم، خصوصا در داستان موسی علیه السلام و جادوگران و سحر انواعی دارد. یک سحر که قول بدین مفسرین است که سحر آیا تخیل است یا حقیقت است. سحر تخیل است یا حقیقت است. بعضی از انواع سحر تخیل است، یعنی تأثیر بر چشم. تخیل یعنی چشم احساس میکنه که یک شیئی تغییر کرده، اما در حقیقت چیزی تغییر نکرده. این چشم ماست که جور دیگری او رو میبینه. از جمله سحری که برای موسی علیه السلام در زمان موسی علیه السلام جادوگران انجام دادن، الله متعال میفهمد سحروا اعین الناس، چشمها رو سحر کردند. یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، از سحر آنها تخیل ایجاد میشد، گمان ایجاد میشد که این مارهایی که روی زمین، طنابهایی که انداختن روی زمین جادوگران، موسی علیه السلام گمان میکرد که اینها حرکت میکنند. این سحری است که حقیقتی ندارد. ما انواع سحر یکی این است که تخیل است. برخی از انواع سحر تخیل است، وجود نداره، هیچ چیزی در عالم وجود ندارد. فقط انسان یک چیزی رو میبینه که احساس میکنه اینطور است، این رو میبینه فقط، اما در واقع نیست. خطای دید است، یعنی چشم انسان رو کاری میکنه با چشم انسان که انسان تصویر دیگری میبینه خلاف واقعیت. و نوع دیگری سحر حقیقی است، وجود دارد، تاثیر میگذاره، یعنی حقیقتی است که
تاثیر خودش رو میگذاره، یک حقیقتی است که تاثیر گذار است و یک بحث مفصلی است که میتونه در زمان خودش ان شاءالله در آیات مربوطه به سحر در این باره صحبت بکنه. سحر حقیقت دارد. آیات قرآن کریم درباره سحر صحبت میکنه برای ما و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر شد در مدینه منوره به دست یکی از یهودیان سحر شد و شأن نزول سوره مبارکه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس برای ابطال اون سحری است که بر رسول علیه السلام تاثیر گذاشت. رسول علیه السلام موی از موهای مبارک ایشان را از طریقی به دست آورده بودن، از طریق یکی از خادمان شانه رسول علیه السلام رو موی در اون بود پیدا کردن و به دست ساحری رسید، جادوگری 11 گره زد این مو را و او رو داخل غلاف خرمایی گذاشت. غلاف خرما درخت خرما وقتی شاخه درخت خرما خارج می شود از بدنه خرما، اون لحظه خارج شدن داخل یک غلاف است به این شکل. وقتی خارج می شود از بدنه این غلاف میشکافد و خرما شاخه درخت از داخل غلاف خارج می شود و این غلاف رو گرفته بودن زیر سنگی داخل چاه آبی گذاشته بودند. رسول علیه السلام یک احساس سردرد شدیدی داشتند و میفرمودن فکر میکنم با دستی سوزنی به سر من میکوبند و در خواب بعد رسول علیه السلام دید که 2 ملک آمدن بالای سر ایشان و گفتن چه شده است؟ گفتن ایشان رو سحر کردن. گفتن کی سحر کرده است؟ گفتن فلانی سحر کرده است. چگونه سحر کرده است؟ موی سر ایشان رو 11 گره زدن و داخل غلافی زیر سنگی در فلان چاه گذاشتند. رسول علیه السلام بیدار شدن، صحابه رو فرستادن برید بیارید، رفتن داخل اون چاه، اون رو آوردن نشان دادن، دیدن دقیقاً همون چیز هست. و آیت سوره مبارکه فلق نازل شد که 5 آیه دارد. آیت سوره مبارکه ناس نازل شد که 6 آیه دارد و مجموعشان می شود 11 آیه و هر آیه رو می‌خواندن، یک گره رو باز می‌کردن تا اینکه این تمام شد. سحر تأثیر می‌گذارد. سحر تأثیر دارد. سحر، چشم زخم و این چیزهایی است که در شریعت ما شاید خیلی از افراد متاسفانه امروزه کسانی که دای روشنفکری دارن این چیزها رو منکرن، میگن چون ما نمیبینیم پس نیست. و خب خدا را منکرن دیگه، ادمتا را منکرن این افراد، ملائکه را هم منکرن و هر اون چیزی که گمان میکنن نیست چون نمیبینن پس نیست. و در حالی که وجود دارد، قرآن کریم سوره‌ای به نام جن ما داریم، جنها هستند در عالم دنیا زندگی میکنن. چشم زخم وجود دارد، نیرویی که در چشم برخی از افراد است و خواسته یا ناخواسته تاثیر میگذاره بر روی کسی که مخاطب آنهاست. وقتی که شگفت اینها از یک چیزی خوششون میاد و با یک محبتی، با یک احساسی یا حسادتی احیانا از روی محبت و از روی حسادت چشم میزنند و هم اتفاقات فراوانی افتاده که خیلی از ما شما شاید شاهد بودیم و درمانهایی دارد و بحث‌های مفصل خود را دارد. سحر واقعیت دارد و اتفاق میافتد و سحر انواع اقسامی دارد و سحر کفر است. ساحر و جادوگر اینجا رحمتون برای ما میفرماید که ما کفر سلیمان کافر نشد. چرا کافر نشد؟ یعنی اصلا چی بود موضوع که سلیمان بعد کافر میشد؟ تهمت این بود که سلیمان کافر است. تهمت رو علمتون رد کرد، فرمود نه سلیمان کافر نیست. دلیلی که این تهمت زده شد چی بود؟ که ساحر است. پس سحر کفر است. قرآن فرمود ولکن شیاطین کفروا، شیاطین کافر شدن، یعلمون الناس السحر، چون اینا سحر انجام میدادن. یک فرد ساحر تا وقتی که تابع شیاطین نباشد، تا وقتی که هر آنچه که شیطان‌ها از آنها می‌خواهند انجام ندهد، تأثیر نمی‌کنه کارو. و سحر یک دنیای بسیار پلیدی است و کثیفی است که انسان ساحر و جادوگر به حدی از پلیدی و رذل و کثافت و نجاست میرسه که شیاطین بعضی‌ها در خدمت او قرار میگیرن و به او خدمت میکنن. در حقیقت خود او خادم شیاطین است، همکاری میکنن با هم. و ساحران و جادوگرانی رو که برخی دستگیر شدن و تصاویری از اونها پخش میشه یا داستانهای اونها منتقل میشه. شما تصور بکنید که مثلا جادوگری دستگیر شده و رفتن دیدن که در اکرمکم الله در حمام خانه او و جایی که قضای حاجت میکنه به جای دستمال کاغذی نعوذ بالله از صفحات قرآن کریم استفاده میکنه. کسی که برای نظافت خود تن آدم میلرزه وقتی این صحبت رو مطرح میکنه. اینا حقیقت‌های موجود است
که برای نظافت خود در بیت الخلا از صفحات کلام الله مجید استفاده بکنه به جای دستمال کاغذی، و کسی که همیشه در حالت نجاست و پلیدی به سر میبره، کسی که اکرمکم الله با ادرار خود، یعنی خود رو بشوره و خودزنی بکنه و به حدی از پرستش در کفر و شرک اینا غرق میشن کافران، این ساحران و جادوگران، که برخی از جنها به اینها کمک میکنن. رابطه بین ساحر و جنها یک رابطه است که ما در سوره مبارکه جن الله متعال میفرماید که جنها گفتن و ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع. قبل از نزول قرآن ما میرفتیم در آسمان اول استراق سمع میکردیم. برخی از دستوراتی رو که الله متعال به ملائکه میداد، ملائکه یکی پس از دیگری از آسمان هفتم به ششم تا همینطور به آسمان اول میرسید برای اجرا روی زمین، جنها برخی از این احکام رو میشنیدن. بعضی از این اتفاقاتی که قرار بود بیفته خبردار میشدن، میشنیدن، میآمدن به برخی از جادوگران میگفتن و اینها 4 تا دروغ هم اونا کنارش میگذاشتن و سخن از فالگیری میکردن، از آینده میگفتن و ادعا میکردن ما غیب میدانیم، ما خبر داریم، و مردم اونها رو تایید میکردن و اینها احساس میکردن که ما متصرف در امور دنیا هستیم و اونها رو میپرستیدن، حتی تا حد پرستش پیش میرفتن. وقتی که قرآن کریم نازل شد، جنها گفتن فمن یستمع الآن یجد له شهابا رصدا. الان کسی بخواد بره بالا گوش بکنه با یک شهاب سنگ مورد هدف قرار میکنه. این ارتباط قطع شد. این رابطه بین جن و بین برخی از انسان‌های ساحر سبب می‌شود تا اینها با یک همکاری‌های با هم داشته باشند و این همکاری‌ها سبب میشه که به یک سری آزار میرسونن، یعنی آزار میرسونن به یک فرد. مثلا جن میره و در وجود بدن فرد خارج داخل میشه و دست او رو از کار میاندازه، چشم او رو از کار میاندازه. وقتی که چشمش کار نکرد احساس میکنه جایی رو نمیبینه، بعد در خوابش میآین، بعد به زبانش میآین که برو سر قبر فلانی نذر بکن، برو فلان کارو بکنی، کار شرکی، کار کفری از او میخوان که انجام بده، بلکه ایمان او رو از او گرفتن. بعد دوباره اون جن وظیفه خود رو انجام داده خارج میشه و به حالت اول برمیگرده طرف، میگه ها فلانی شفا داد، فلانی مشکل رو حل کرد، سر قبر فلانی رفتن، سر زیارت فلانی رفتن، مشکل حل شد. و اینها بحث‌های مفصلی است که درباره اونها به تفصیل میشه صحبت کرد و من چون آیه رو میخوام تموم بکنم نمیخوام درباره تفاصیل این موضوع وارد بشه. خلاصه بحث این است که ساحر رسول الله علیه السلام فرمود هر کسی که برود پیش ساحری، پیش فالبینی و او رو تصدیق بکنه بر آنچه که میگوید، در روایتی 40 شبان روز نماز او قبول نمی شود، در روایت دیگری کافر شده است به آنچه که بر محمد مصطفی علیه السلام نازل شده، یعنی کافر شده به قرآن کریم. تصدیق، رفتن پیش جادوگر، تایید جادوگر کفر است. متاسفانه چیزی که امروزه بسیار بسیار متوجه ما مشاهده میکنیم الان در جامعه ما، خصوصا در بین قشر خانم ها و خصوصا در بین خواهران این مشاهده می شود که رفتن پیش جادوگر، رفتن پیش تعویض به اسم تعویض نویس، فالبین، رمال و اسمهای مختلف و یک مجموعه از خرافات، بدعات، کفر و شرک، یک بازاری برای سوء استفاده از ایمان مردم، از مال مردم، از ناموس مردم. عده‌ای از خدا بیخبر بازاری درست کردن برای خود و از این احساسات پاک مردم سوء استفاده میکنن و از جهل مردم سوء استفاده میکنن و از نیاز مردم سوء استفاده میکنن و احیانا از خواسته های شیطانی برخی سوء استفاده میکنن و میرون و این کارها رو انجام میدن. متاسفانه میبینیم که یک عده میرن پیش فلانی چیزی گم کرده، میره پیش فلانی که فلانی تعویض بنویسه، تعویض پیدا کردن. فلانی میتونه پیدا کنه، نمیدونم جماعتی از جن داره، جنهای او پیدا میکنن. یوسف علیه السلام گم میشود از پیش یعقوب علیه السلام. صراحتاً آیات قرآن میفرماید که فاصله یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام زمانی که اینها هم دیگر رو ندیدن بیش از 40 سال است. یعقوب علیه السلام در فراق یوسف علیه السلام چنان گریه میکند که کور میشود. قرآن میفرماید کور میشود. آیا یعقوب علیه السلام اگر تعویض نویسی وجود داشت، اگر همچین چیزی می بود، نمیتوانست یک تعویضی بنویسه پیدا بکنه بچه من کجاست؟ یعقوب علیه السلام یک پیامبر الهی است، پدرش پیامبره، فرزندش پیامبره، پدر بزرگش پیامبره، فرزند او گم شده، یوسف علیه السلام گم شده، انقدر گریه میکنه که کور میشود، نمیتونه بچه خودش رو پیدا بکنه. بیش از 40 سال پسر او گم شده، بعد یک تعویض نویسی یک گوشه خیابانی نشسته، بعد این تعویض می‌نویسه پیدا میکنه، بعد یک تعویض نویسی داخل خانه بازاری درست کرده و بعد این گم شده پیدا میکنه. شتر رسول الله علیه السلام گم شد، در یک وادی گم شد،
صحابه گشتن شطور رسول الله علیه السلام رو نتونستن پیدا کنن. بعد این تعویض نویس چطور پیدا میکنه؟ رسول الله علیه السلام 8 سال 9 سال با ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که عزیزترین و محبوبترین همسر ایشان در مدینه است زندگی میکنه و صاحب فرزندی نمیشود. آیا عایشه دوست نداشت از رسول الله فرزند داشته باشه؟ یا رسول الله دوست نداشت از عایشه فرزند داشته باشه؟ هیچ کدام نیست. اراده الهی این بود که نشود، فرزندی به حساب وجود نیاد. الان فلانی صاحب فرزند نشده، برید پیش فلانی تعویض بگیرید، تعویض به فرزنددار شدن. آیا رسول الله علیه السلام نمیتونست یک تعویضی بنویسه به عایشه بده که عایشه این رو ببند به دست خودت، اینو ببند به گردن خودت، اینو ببند به بازوی خودت تا فرزنددار بشی؟ فلانی تعویض بچه دار شدن میده. کجای دین از این حرفا؟ رسول الله علیه السلام 9 سال صاحب فرزند نشد. ابراهیم علیه السلام 90 سالش بود فرزند نداشت، صاحب فرزند نشد، نمیتونست یک تعویضی بنویسه. و الان این تعویض نویسان امروز ما این کارها رو میکنند. خواهش من از همه عزیزان است ناموس خود رو حفظ کنید. اجازه ندید مردهایی که در خانواده هستند به خواهران اجازه ندید، به دختران اجازه ندید، به مادران اجازه ندید برای من پیش این دزدان اعتقاد و باور و ناموس مردم. اینها دین شما را میگیرن قبل از اینکه مال شما را بگیرن، قبل از اینکه نعوذ بالله در برخی از موارد ناموس رو بگیرن. اینها دزدن. تایید اینها کفر است. اینها نه علم غیب دارن، نه هنری دارن، نه ایمانی دارن، نه باوری دارن، نه اعتقادی دارن. دزدانی هستن که میخوان دین و ایمان شما را از شما بگیرن، مال شما را از شما بگیرند. نرید پیش این آدمای دزد، پیش این جادوگر و پیش این و پیش اون. این ایمان انسان را از انسان میگیرد. در حیرت میمانم من بعضی وقتا چیزهای انسان میشنم از این طرف از اون طرف که خانواده نمازخوان، یک خانواده پایبند چرا این کارها رو بکنه. نروید به سراغ این تعویض نویس‌ها، نروید به سراغ این جادوگرها، رمالها، فالگیرها. فال قهوه میگیرن، یک کسی قهوه رو تکان میده بس سرنوشت شما رو تعیین میکنه. این با کدام عقل این سازگار است؟ با کدام شرع این سازگار است که شما سرنوشت خودتون رو بسپارید یک قهوه، یک فال، یک قهوه، یک مرد، یک زنی که مشخص نیست روز و شب و چطور میگذرد. کتاب باز بکنیم فال بگیریم، دیوان حافظ رو باز بکنیم فال بگیریم. حافظ رو اسمش رو گذاشتن لسان الغیب. حافظ غیب میدانسته است. رسول الله غیب نمیدانسته، حافظ غیب میدانسته است. رسول الله اگر غیب میدانست در جنگ احد 70 نفر یارانش کشته شدن به خاطر اشتباه عده از یارانش که روی تپه رفتن و تپه رو رها کردن. چرا اونها رو روی تپه گذاشت؟ اگر رسول الله غیب میدانست که اینها اون تیراندازای 50 نفری که روی تپه هستن پایین میآیند و این جنگ به ضرر آنهاست، چرا اونها رو اونجا گذاشت؟ و 100 دلیل دیگر من برای شما از سیرت رسول الله علیه السلام میارم که رسول الله غیب نمیدانست. آیه قرآن صراحتا میفهمن قل لا اعلم الغیب، بگو من غیب نمیدانم. رسول الله غیب نمیدانسته، حافظ غیب میدانسته، یک شاعری غیب میدانسته. بعد کتاب دیوان حافظش بعد فال بگیریم. فال چی میگیرید شما؟ کجای دین اینها؟ این خرافات رو کی به خورد شما داده؟ فلانی فال بگیریم، فلانی از فلانی فال میگیریم. من یک جای قرآن دیدم با قرآن فال میگیرن، روی صفحه بالاش نوشته بد خوب. آیات قرآن خوب و بد داره. قرآن کریم به خاطر این است که کسی بیاد باش فال بگیره. این خرافات و بدعات رو اجازه ندید وارد زندگی ما بشه. جادوگری، سحر، رمالی و 100 چیز دیگری که انسان در حیرت میماند. ادای متعال میفهمد شیاطین کفر کردن، ولکن شیاطین الکفروا یعلمون الناس السحر، به مردم سحر یاد میدادن. شیاطین کفر است. تعلیم سحر کفر است. یاد گرفتن سحر کفر است برای کسی که عمل میکنه. تایید سحر کفر است. سحر خطرناک است. بله بعضی از سحرها هستن که حالا بر اساس خود نوعش شاید نشه رو کفر نامید به صورت عموم، اما کسی که میره پیش کسی اعتقاد داره که این علم غیب داره، اعتقاد داره که این توانمندی داره، اعتقاد داره این که نقش این نیروهای عجیب و غریب داره، اینها همه اعتقادات کفری است. الله متعال در ادامه میفرماید یعلمون الناس السحر، شیاطین به مردم سحر یاد میدادن و اون چیزی رو که اینجا ما به معنای مای موصول است، یعنی الذی یاد میدادن اون چیزی رو که انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. وقتی در سرزمین بابل اینجا منظور شهر بابل است در عراق، سحر بسیار رشد پیدا کرد و این چیزها رشد پیدا کرد
و سلیمان علیه السلام متهم شد به کفر و شرک. الله متعال 2 ملک رو فرستاد به نام هاروت و ماروت. درباره هاروت و ماروت مفسرین غیر و غیر زیادی کردن، نمیخوایم در تفاسیر اونها وارد بشیم. قول راجح و جمهور و صحیح همین است که هاروت و ماروت 2 ملک بودن. بعد گفتن 2 ملک بودن، 2 تا پادشاه بودن، بعد گفتن شیاطینی بودن آمدن، بعد گفتن ملائکه بودن معصیت کردن. هیچ کدوم از اینها دلیل صحیح و ثابتی وجود ندارد، بلکه با خود آیات و با احادیث دیگر رد میشه. صحیح همون چیزی است که در لفظ آیه آمده است. و ما انزل علی الملکین، 2 ملک الله متعال فرستاد در بابل به نام هاروت و ماروت. یکی نامش هاروت بود، یکی ماروت بود. چرا اینها رو فرستاد الله متعال؟ که اینها چیکار میکردن؟ اینها آمدن روی زمین به شکل انسان‌هایی با مردم شروع کردن صحبت کردن. گفتن آقا این سحر است، این سحر است، این سحر است، اما معجزه چیز دیگری است. اینها رو شما سراغش نروید، خطرناک است. به سراغ سحر نروید، به سراغ سحر نروید. و فرمودن و ما یعلمانی، و هیچ کسی رو یاد نمیدادن هاروت و ماروت من احد، و ما یعلمانی من احد، هیچ احدی نبود که به او یاد بدهن این موضوعات رو، حتی یقولا، مگر این که به او میگفتن انما نحن فتنه، یادت باشه ما وسیله آزمایش شما هستیم، ما آمدیم به شما اینها رو یاد بدیم، ما برای آزمایش شما آمدیم به شما یاد بدهیم تا الله متعال ببیند که شما بعد از اینکه فهمیدید این کفر است، این شرک است، این سحر است، آیا سراغش میروید یا نمیروید. فلا تکفر، نشود که کافر بشوید، سحر یاد نگیر. فلا تکفر. الله متعال 2 ملک فرستاد تا به مردم تبیین بکنند، یاد بدهند سحر این است، معجزه این است، تا از هیبت سلیمان علیه السلام دفاع شود، از جایگاه نبوت سلیمان علیه السلام دفاع بشود، تا مردم معجزات الهی رو به عنوان سحر و جادو نپذیرند، تا فکر نکنن ساحران و جادوگران و شیاطین بودن که در این ملک و پادشاهی دخل و تصرف داشتن، تا فکر نکنن مردم که شیاطین و جادوگران و ساحران هستن که اینها اداره امور دنیا رو حتی به عهده میگیرن. هیچ عددی نیستن اینا شیاطینی هستن که فقط تخریب میکنن، اینها جنهایی هستن که فقط تخریب میکنن. اینها نیستن. 2 ملک آمدن برای تبیین حقیقت برای مردم رو بفهمانن این کفر است، این شرک است. فلا تکفر، نرو به سراغش نرو. خود همین که اونا من میکرد، این کلمه‌ای که گفتن انما نحن فتنه فلا تکفر، نشان از این داره که ملک بودن. اگه شیطانی میبودن، اگه انسانی بدی میبودن، چرا باید بگن که کافر نشو؟ خب باید میگفتن کافر شو، نباید میگفتن که ما آزمایش آمدیم کافر نشو. خب اگر شیطان بودن که بعد اونا رو تشویق میکردن. 2 ملک بودن، آمدن الله متعال فرستاد تا مردم رو آگاه بکنن آقا نرید سراغ این چیزها. این چیزهای سحر و جادویی که به نام سلیمان علیه السلام ادعی به خور دادن، اولا سلیمان کافر نبوده است، اینا سحر و جادوی شیاطین است. سلیمان اون پادشاهی رو با معجزات الهی گرفته است، اون چیزها معجزات الهی بودند، سحر و جادو نبوده است، تاثیر ساحران نبوده است. این رو درک بکنید، بفهمید. فلا تکفر. اما مردم چه کردن؟ فیتعلمون منهما، اما آمدن یاد گرفتن از منهما، آن 2 منهما یعنی آن 2 هاروت و ماروت. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوج. از آن 2 چی یاد گرفتن؟ از این 2 ملک. یادتون باشه ملائکه الله متعال لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. بعضی داستان‌های خرافاتی درباره این آورده که 2 ملک بودن و فلان گناه کردن. نه، اینا گفتم درباره هاروت و ماروت هیچ روایت صحیحی که درباره داستان اینها وجود ندارد در سیرت رسول، در سنت رسول علیه السلام. ملک بودن، معصوم از گناه بودن، نه خطایی قبلا کرده بودن، نه هیچ، نه مجازات شده بودن که روی زمین بیاین. برخی متاسفانه چیزهایی نوشتن. خلاصه بحث 2 ملک رو الله متعال فرستاد با عنوان یک مأموریت روی زمین. 2 ملک معصوم پاک اطاعت از الله متعال میکردن، فرستاد برای این کار تا دفاع بکنن از جایگاه سلیمان علیه السلام، تا مردم رو از این فتنه‌ای که ایجاد کرده بودن شیاطین بعد از وفات سلیمان علیه السلام محفوظ بدارند، با اونها یاد بدهند، با حجت رو تمام کنند. اما مردم چه کردن؟ فیتعلمون منهما، از آن 2 یاد گرفتن ما یفرقون، آن چیزی رو که تفرقه میانداخت بین المرء و زوجه، بین مرد و همسرش. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، چیزی رو که یاد گرفتن که فاصله میانداخت بین یک فردی و همسرش. سحر رو یاد گرفتن که فاصله میانداخت، سحری که فاصله میانداخت. یک از انواع سحر فاصله انداختن است.
یکی دیگر از انواع سحری است که جمع میکنه دو طرفی که عاشق هم نیستن و عاشق هم میکنه، دیوانه میکنه، طرف رو عاشق این میشه. این چیزها در سحر هست. سحر این تاثیر رو داره، میکنه این کار. ما یفرقون به بین المرء و زوجه، تفرقه میانداختن بین مرد و همسرش. سحری که متاسفانه در بین همسر اتفاق میفته. یکی از انواع این تفرقه در قلبی است، اونا از هم علاقه اونا رو کم میکنه. یکی از انواعش این است که رابطه همبستری اونها رو از هم جدا میکنه و مواردی که در این مفسرین و علما در این باب صحبت کردن. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوج. بزرگترین کاری که شیطان و شیطانها انجام میدهند فاصله انداختن بین مرد و همسر اوست، بین زن و شوهر است. در روایت رسول علیه الصلاه و السلام فرمود شیطان میآید بر روی آب تخت خود را میگذارد، یاران خود رو، سربازان خود رو جمع میکنه، از اونها گزارش میگیره که چه کردید. یکی میاد میگه من فلان کردم، فلان مبتلا به این گناه اون کارو کردم، یه کار زیاد مهمی نکردی. نفر بعدی میاد این کارو کردم، اون کارو کردم، تو هم کار مهمی نکردی. یکی دیگری میاد و آخر یکی میاد میگه من امروز فلانی رو با فلانی زن و شوهر رو به جان هم انداختم، اونها رو از هم جدا کردم. شیطان میگه ها اصل شیطان تویی، بچه شیطان تویی، شیطان زاده تویی، بیا اصل شیطان تو بودی، بیا پیش من. تاجی روی سر او میگذارد، تاج داره. شیطان به هم ریختن کانون خانواده، حفظ کانون خانواده بسیار بسیار مهم است. از این رو شیطان ها در طول تاریخ شیاطین تلاش کردند تا بنیان خانواده را از هم بپاشانند. خانواده خشت اول جامعه است. این خشت اگر درست گذاشته شد، این دیوار درست بالا می رود. خشت مهم خانواده است. خانواده اگر نبود فرزند کجا تربیت میشه؟ اگر یک فضای گرمی، درستی، سالمی وجود نداشته باشه، مرد، زن، فرزندان، خواهر برادر، پدر و مادر، دیگه چه معنی پیدا میکنه؟ انسان در فضای خانواده است که حفظ میشه. به امروزه میبینیم که چقدر شیاطین تلاش دارن تا این فضای خانواده را از بین ببرن به بهانه‌های مختلف. این همه بی‌بندوباری، این همه فساد، این همه فسق و فجور، این همه ادعاهای روشنفکری، دوست دختر، دوست پسر، همجنس گرایی، اسمش رو گذاشتن اقلیت‌های جنسیتی. اینا همه تلاش‌های شیاطین است در از بین بردن کانون خانواده. این نقشه قدیمی است. این از قدیم زمان شیاطین این کار رو می‌کردن. از ملک سلیمان علیه السلام علیه السلام می‌فهمند ایده فقط به دنبال این بودن که چیکار کنن که خانواده را از بین ببرن. زن و شوهر رو به جان هم بیاندازن. و هر کسی که بین زن و شوهر اختلاف میاندازد یک شیطان است خودش. کسی که بین زن و شوهر، زن رو بر علیه شوهرش میشوراند، شوهر رو بر علیه زنش میشوراند، یک شیطان است. چون کار شیطان ها رو انجام میده. حفظ کیان خانواده از اوجب واجبات است. و بزرگترین صدمه به جان جامعه و پیکره جامعه اسلامی از هم پاشیدن خانواده است. الله متعال میفهمد فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. می آمدن سحر میکردن. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. البته اینطور نیست که همجوری هر کارتی دلشون بخواد بکنن، نه. و ما هم بضارین به من احد، نمیتوانند به هیچ کسی ضرر برسانند الا باذن الله، مگر اینکه در تقدیر الهی چیزی شده باشه. راه درمان سحر خلاصه و مختصرش این است: ارتباط با الله متعال. هر کسی که با الله متعال ارتباطش قوی باشه، شیطان نمیتونه بر اون تسلط داشته باشه. شیطان بر کسی که مؤمن است تسلط ندارد. پایبندی به نمازها، تلاوت سوره مبارکه بقره. رسول علیه السلام فرمود که سوره مبارکه بقره را بخوانید که اخذها برکه، گرفتنش برکت است، و ترکوها حسره، ترک کردن این سوره حسرت است. ولا تستطیعها البطله، بطله نمیتونن که این رو، یعنی ساحران نمیتوانن که حریف این بشن. یکی از راههای درمان سحر، راه درمان سحر چیست؟ کسی که سحر شده، جادو شده، اولا باید مطمئن بشیم هر بی مشکلی سحر نیست. افراد خاصی که متخصص این موضوع هستند، انسان‌های عالم، انسان‌های مخلص، انسان‌های پایبند، کسانی که آیات قرآن رو رقیه شرعی میکنن. راه درمان سحر فقط آیات قرآن است. رقیه شرعی است.
اون اذکاری است که رسول الله علیه السلام خوانده است. همونطور که خودشان سحر شدن آیات قرآن خواندن. آیات مختلفی به نام رقیه شرعی وجود دارد. اگر کسی احساس میکنه سحر شده، خودش در خانواده او کسی هست، یک نفر انسان صالح عالم بگردید پیدا کنید. از کجا بگردید؟ بگردید. وقتی کسی بیماری لاعلاجی میگیره، نصف دنیا رو ما میگردیم به خاطر اینکه پزشک متخصص پیدا بکنیم که مشکل ما رو حل بکنه. چرا وقتی که در مسئله دین ما اعتقاد ما به سحر مبتلا میشیم، پیش هر رمال، پیش هر جادوگری، پیش هر کسی میریم، پیش هر دزدی میریم، بگردیم یک نفر درست رو پیدا بکنیم، از او کمک بگیریم. راه درستش این است. کسی که راه درمان درست این است، هر کسی که غیر از آیات قرآن، غیر از روایات صحیح رسول علیه السلام کار دیگری انجام داد، خلاف شرع است. آیات، روایات هست، بعضی چیزا مثلا خوردن خرمای عجوه در خرمای عجوه مدینه، آب زمزم، آیاتی که روی آب خوانده می شود، دم می شود، استفاده از برگ سدر و این مواردی که در روایات ثابت است. خواندن آیات قرآن، سوره مبارکه بقره، رسول الله علیه السلام فرمود زور هیچ شیطانی به بقره نمیرسد. آیت الکرسی 255 سوره مبارکه بقره، الله لا اله الا هو الحی القیوم، سوره قل اعوذ برب، قل اعوذ برب الناس، دو آیه آخر سوره مبارکه بقره، اینا آیاتی است که وقتی خوانده بشه رسول الله علیه السلام قبل از خواب قل الله احد، قل اعوذ برب، قل اعوذ برب الناس میخواندن، به دست خود فوت میکردن، هم بدون اینکه آبی داشته باشه، زبان فوت میکردن به سر صورت و بدن مبارک میکشیدن 3 بار. برای فرزندان این کارو میکردن. خواندن اینها بعد از نمازها، قبل از خواب 3 بار، بعد از نماز صبح 3 بار، بعد از نماز مغرب. این اذکار صبح و شام رو پایبند بودن سبب میشه تا انسان محفوظ بماند. در مطال میفهمد و ما هم بالضارین به من احد الا باذن الله. اراده الهی برود میشود، نه رود هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه. اگر کسی مبتلا شد، توکل به الله، دعا، ارتباط با متعال، ذکر، آنچه که پیشتر اشاره شد. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. چیزی رو یاد گرفتن علی متعال میفهمند که به آنها ضرر میرساند. ولا ینفعهم، هیچ سودی به آنها نداشت. چیزی رو یاد بگیر که به دردت میخوره. چیزی که به دردت نمیخوره چرا یاد میگیری؟ و یتعلمون ما یضرهم، علی متعال اونها رو ملامت میکنه. چیزی رو یاد گرفت که سودی برای اون نداشت. متاسفانه بعضی وقتا ما چیزایی رو میبینیم کسانی وقتشون رو صرف چیزی میکنن که هیچ سودی براش نداره. چیزی رو یاد میگیره که هیچ فایده‌ای برای اون نداره، هیچ استفاده از اون نمیکنه. چرا یاد میگیره؟ چیزی رو یاد میگیره که به دردت بخوره. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا، میدانستند لمن اشتراه، آنچه را که خریدن به بهای دینشان، ما له فی الاخره من خلاق، در آخرت بیش دردشون نمیخوره، هیچ راه نجاتی وجود ندارد برای اونها. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا یعلمون، به چه بهای بدی فروختند خود را اگر میدانستند. چه بهای بدی فروختند. به جای اینکه به دنبال کلام الله برن، کلام الله را پشت سر انداختن، دنبال سحر و جادو و شیطان رفتن. اینجا ابتدا فرمود ولقد علموا، میدانستند. آخر فرمود لو کانوا یعلمون، اگر میدانستند. ابتدا فرمود میدانستند، آخر فرمود نمیدانستند. جمع این دوتا چطور میشه؟ ولقد علموا، میدانستند آنچه خریدن در آخرتی سودی برایشان ندارد، فایده‌ای ندارد، راه نجاتی ازش نیست. در آخرت فرمود چه چیز بدی خریدن در آخر آیه، به چه بهای بدی فروختن خود را اگر میدانستند، یعنی نمیدانستند. اول فرمود ولقد علموا، میدانستند، آخر فرمود نمیدانستند. جمع بین این میشود که این نکته بسیار مهمی رو برای ما داره این تعبیر. علمی که به عمل نرسد، بود و نبودش هیچ سودی نداره. علم هر چند که بیشتر خوانی، علم هر چند که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. علم این نیست که انسان فقط یاد بگیره خلاص، فقط معلومات اضافه بکنه در ذهنش، علاوه نظری بگیره، یاد بگیره. نه، این نیست، فایده نداره. علم این است که چیزی رو که یاد گرفتی عمل بکنی. دو کس سعی بیهوده کردند و رنج بیفایده بردند. یکی آن که اندوخت و نخورد، دیگری آن که آموخت و عمل نکرد. الله متعال میفهمد ابتدا ولقد علموا، میدانستند، آخر فرمود نمیدانستند. چون علمی که به عمل نرسد انگار نیست. علمی که انسان عمل نکنه علم نیست، فایده ای نداره، حجتی است برای انسان، بر علیه انسان. وقتی انسان چیزی رو یاد بگیره و بهش عمل نکنه، گناهش بیشتر از کسی است که نمیدونه و عمل نمیکنه. علمی نیست که انسان فقط یاد بگیره و عمل نکنه. ایمان هم این نیست که انسان فقط یاد بگیره و عمل نکنه. ایمان هم این نیست که فقط قبول داشته باشیم خدا هست،
ملائکه هستن، قرآن کتاب الله است، بهشتی است، دوزخی است، پیامبرانی هستن، اما نه به قرآن پایبند باشه انسان، نه به رسول الله پایبند باشه، نه حلال سرش بشه نه حرام سرش بشه. این که همون ایمان شیطان است دیگه. شیطان هم که این رو قبول داره، شیطان هم قبول داره الله رو به عنوان خالق، قیامت رو قبول داره، ملائکه رو با چشم سر دیده، پیامبران همه رو میدونه پیامبر الهی هستن، به همین خاطر با اونا میجنگه. قبول داره پیامبر الهی هستن، قرآن رو قبول داره، کلام الله است، قبول داره. اگر ایمان فقط مجرد قبول داشتن باشد که بعضیا فکر میکنن چون من خدا رو قبول دارم، قیامت رو قبول دارم، فلانی قبول دارد، ملائکه رو قبول داریم، پیامبران الهی رو قبول داریم، قرآن رو روش چشم سرمون میذاریم میبوسیم، خب پس ما بهشتی هستیم. نه خیر، اگه اینطور بهشتی باشه خب ابلیس قبل از ما بهشت میرود. ایمان فقط ادعا نیست، ایمان فقط علم نیست، فقط دانستن نیست. دانستن تنها به هیچ دردی نمیخوره. عمل لازم است. عمل، علمی که انسان رو به عمل نرساند هیچ سودی برای انسان ندارد. ایمانی که عمل با اون نباشد ایمان نیست. وگرنه ابلیس هم ایمان دارد، آنقدری که فقط اگر قبول باشه، که قبول داشته باشه به عنوان علم، فقط قبول داشته باشه ارکان ایمان چی است، این است این است، نه باید در قلب بره، قلب با تمام وجود بپذیره، اعضا و جوارح به عمل بیاید، اون موقع قبول میشه. در ادامه الله متعال فرمود و انهم آمنوا واتقوا، اگر اینها به جای اینکه این کارها رو بکنن به مال سحر و جادو و جنبل و این دروغ‌ها و خزعبلات برآمد، ایمان می آوردن و تقوا پیشه میکردن. اگر این کسانی که کلام الله با آنها گفته شد به جای دشمنی با محمد مصطفی علیه السلام با ایمان می آوردن، به جای پیروی از شیطان و شیاطین و ساحران و جادوگران ایمان می آوردن و تقوا الهی پیشه میکردن، لمثوبة من عند الله خیر، اجر پاداشی که نزد الله متعال دریافت میکنن بسیار برای اونا بهتر بود. برای اونا این بهتر بود. لو كانوا يعلمون، باز دوباره میفهمند اگر اینها میدانستند، اگر میدانستند این برای آنها بهتر بود. حیف که ندانستند خیر خود را. اگر ایمان می آوردن، تقوا میکردن، ایمان و عمل صالح انجام میدادن، ایمان می آوردن، تقوا پیشه میکردن، دستورات الهی را انجام میدادن، آنچه الله متعال منع کرده خود را از اون باز میداشتن، لمثوبة من عند الله خیر، اجر پاداشی که نزد الله برای آنها در نظر گرفته شده است برای آنها خیلی بهتر است. بهتر بود لو کانوا یعلمون، اگر میدانستند اما نمیدانند. این هم دلیل دیگری بود برای انحراف یهودیان از مسیر انبیاء الهی و تهمتی که به پیامبران الهی میزدند. در این آیه الله متعال آمد و سلیمان علیه السلام را برای ما دفاع کرد که سلیمان اون گونه که شما یهودیان او را کافر میدانید و ساحر و جادوگر میشمارید نبوده است، بلکه این سحر و شیاطین یاد دادن و شما به دنبال آنها راه افتادید. الله متعال ما شما نجات بده از شر شیاطین انس و جن، از شر ساحران و جادوگران، و الله متعال ما شما توفیق بده تا بندگان خالص و مخلص برای او تعالی باشیم و توفیق عمل صالح نصیب بفرماد. تا دیدار دیگر هم شما صبران بر الله متعال بسپارم. الله یار رو نگه دارد. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.